سلام، فریبا خسروی دانش هستم. قسمت 10 پادکست، موضوع رابطه. کی بیشتر حسرت میخوره؟ قطعا همه ما یک بار توی زندگی خودمون با این مسئله روبرو شدیم. سوال اینه که کدوم یک از این دو نفر بیشتر حسرت میخورن؟ کسی که ترک میکنه یا کسی که طرد میشه؟ حالا این رابطه ها امکان داره زن و شوهر باشن، پارتنر باشه، دو تا دوست رفیق، رفاقت یا هر چیزی، هر رابطه احتماله که باشه. روانشناسی میگه که بعد از جدایی آدم‌ها واقعا احساس درد میکنن و این درد فقط احساسی نیست، بلکه از نظر جسمی هم درد احساس میکنن. این اتفاق وقتی که میفته بین دو نفر، بخشی از مغز که درد رو پردازش میکنه و اون رو روشن میکنه، فعال میکنه درد رو، و ذهنت هی مدام جدایی رو بهت یادآوری میکنه که جدایی معمولاً دو دسته هستن. اونایی که جدا میشن در دو دسته قرار میگیرن: کسانی که ترک کردن و کسانی که ترک شدن. و این افراد اصولاً مسیرهای احساسی متفاوتی رو طی میکنن. پس احتمالاً پشیمونی برای کی بیشتره؟ میخوایم به این سوال جواب بدیم و هر کدوم از نظر احساسی چی رو تجربه میکنن این دو دسته افراد. بیاییم با هم مرحله مرحله پیش بریم و بررسی کنیم. برای فردی که ترک شده چجوریه؟ اونی که کسی که ترک شده، مرحله اول انگار شوک میشه و حتی مسئله انکار میکنه. وقتی جدایی اتفاق میفته انگار مغزش هنگ میکنه، گیج میشه و نمیتونه اصلا بفهمه که چی شده. یه دو هفته اول توی یک حالت گیجی و مثل آدم‌های خیلی مرده هی خودشو این ور اون ور میزنه و یک مرده متحرکه. یه حس غیر قابل کنترل داره که تحریکشون ممکنه که حتی احتماله که به طرف مقابلش زنگ بزنه یا پیام بده و با ناامیدی میخواد دوباره با کسی که قبلا دوستش داشته، انقدر بهش نزدیک بوده، دوباره ارتباط بگیره. گاهی هم پیش اومده که گوشی رو برداشته، یویی میخواد یه خاطراتی رو مرور کنه و یادش میفته که نه، اون رابطه دیگه تموم شده است. توی یک چرخه ناباوری گیر کردی. از خودش میپرسه چه اتفاق افتاده؟ نکنه دارم خواب بد میبینم؟ و هی به خودش سرزنش میکنه. مرحله دوم کسی که ترک شده. پس مرحله اول کسی که طرد شده شوک میشه. مرحله دومش آشفتگی احساسه. اون در این مرحله احساساتش رو کاملا به هم میریزه. ممکنه هیجانی و خیلی بی‌فکر عمل کنه. بره بیرون یا جاهایی که با هم مثلا رفته بودن خاطره داشته، شاید همون پارتنر سابقش، دوست رفیق قبلش یا همسر سابقش، و شروع کنه به پیام‌های بمبارانی و تماس‌های بمبارانی کنه بهش، مثل کسی که چطور داره غرق میشه، به همه داره چنگ میزنه، هر کاری میکنه که این رابطه رو برگردونه، حتی اگر همه چی تموم شده باشه. مرحله سوم همین فردی که طرد شده چجوریه؟ پذیرش و آرامش. معمولاً حداقل 1 ماه طول میکشه تا این جدایی رو قبول کنه و حدود 3 ماه تا از نظر احساسی به ثبات برسه و توی این مرحله کم کم داره میره جلو و از رابطه داره فاصله میگیره و دیگه رفتارهای هیجانی نشون نمیده، داره یاد میگیره احساساتش رو پنهون کنه. اون عشق کم کم تبدیل میشه به بی‌تفاوتی یا حتی دلخوری. حالا برسیم به فردی که رابطه رو ترک کرده. اون چه مراحلی رو طی میکنه؟ فردی که میاد با طرف مقابلش رابطه رو ترک میکنه، مرحله اول آزادی براش اتفاق میفته. احساس رهایی میکنه، احساس آزادی و راحتی میکنه.
این افراد اصولا تو مرحله اول بعد از جداییشون احساس خیلی آزادی دارن، حس آزادی، انگار یه پرنده‌ای که بالاخره از یک قفسی آزاد و راحت شده داره نفس میکشه. هیجان دارن برای اینکه یه زندگی مجردی جدیدشون رو شروع کنن، راحت باشن، آزاد باشن و با کل اتفاقای جدید روبرو بشن. مرحله دوم فردی که ترک میکنه فکر کردن بازنگریه. بعد از اینکه اون هیجان اولیش فروکش میکنه، اون آزادیش، اون راحتی، اون احساس راحت بودنش، رهاییش، شروع میکنه به فکر کردن. هی به خودش میگه، ممکنه از خودش بپرسه آیا تصمیم درستی گرفتم یا نه؟ آیا رفتارم درست بود؟ آیا انتخابم درست بود که ترک کردم اون رابطه رو؟ فکرهای مثل این که مثلا نکنه ازم ناراحت شده. ممکنه تو ذهنش هی اونو مرور کنه ولی خودش رو قانع میکنه که در هر حال ما به درد هم نمیخوردیم. با همین حرف خودش رو تسکین میده. اما مرحله سوم این فرد چیه؟ مرحله سومش پشیمونیه. هی به خودش میگه نکنه جالب این که با گذر زمان اون کسی که رابطه رو تموم کرده هی کم کم بیشتر دلتنگ طرف مقابلش میشه. زمانی وارد دلتنگی میشه که وارد یک رابطه جدید شده باشه و هی به خودش میگه نکنه اون قبل عشق واقعی من همون قبلی بود و شروع میکنه به پشیمون شدن. و پشیمونی هم در واقع یه نشونه است همراه با یک حس عمیقی بهش دست میده از دست دادن تازه داره بر این شخص اتفاق میفته و شروع میشه و فرد جدید رو با فرد قبلی مقایسه میکنه و احساس حسرت و پشیمونی بهش دست میده و هی تلاش میکنه برای برگردوندن یک رابطه و ترس از جواب رد نشنیدن رو داره و گیر میکنه توش. فکرهای مثلا اگه الان ازم اگه متنفر باشی چی میشه؟ باعث میشه توی چرخه پشیمونی بمونه این شخصی که رابطه رو خیلی راحت ترک میکنه میره حسرت بیشتری میخوره. کسی که رها میشه دقیقاً بعد از یک جدایی سخت دوران رو دوباره وقتی میاد اون رو مرور میکنه اون دوران قبل رو و از اون طرفی که کسی که رابطه رو تموم کرده اولش حس آزادی و خوشحالی بهش دست میده ولی با گذر زمان پشیمونی و حسرتش میاد سراغش. کم کم میفهمی که رها کردن کسی که واقعاً دوستش داشت اشتباه بوده و اون چیزی که فکر میکرد، اون آزادی تبدیل میشه به یک دلتنگی، تبدیل میشه به یک پشیمونی، تبدیل میشه به یک حسرت و آخرش خودش میمونه با این سوالات که چرا من این کار کردم. پس با این پادکست نتیجه میگیریم کسی که رابطه رو ترک میکنه بیشتر حسرت، پشیمونی میاد سراغش که چرا خطا و اشتباه کرده و اون کسی که دوست داشته خیلی راحت از دستش داده. پس واقعا نکنید این کار رو. با کسی که دوستش دارید واقعا این کار رو نکنید. با کسانی که دوستش دارید بهش احترام بذارید و لذت ببرید از رابطه هاتون و تا جایی که امکان داره رابطه هاتون اگر یک جای دلخوری داره، غم داره، غصه داره، چالش داره، گرفتاری داره، بشینید با همدیگه حلش کنید. اگه واقعا همدیگه رو دوست دارید، برای همدیگه احترام قائلید، ارزش قائلید، توجه و مهر و محبت قائلید و نمیتونید بدون هم زندگی کنید و باشید، رابطه ها رو بدون خالی از خودش بگذرونید، حتما بشینید حل مسئله کنید تا اینکه همدیگه رو ترک یا طرد کنید. براتون آرزوی دوستی و رفاقت ها و پارتنرهای آرزومندم که همیشه در کنار هم پایدار باشه و عشقتون زنده باشه. کامنت یادتون نره، اشتراک گذاریم کنید، سابسکرایب هم کنید. انشالله در قسمت های بعدی بیشتر به شیوایی و ارتباط های خیلی قشنگتر میپردازیم. شاد باشید و شکرگزار.